فرض کنی یه سکه است که دو طرفش خطه، میندازم بالا میگم بگو شیر یا خط، میگی تابلو دیگه، 100% خطه. اما حالا میگم این طرف خطه این طرف شیر، حالا به من بگو شیر یا خط. الان بازی جذابه، میدونی چرا؟ چون دیگه 100% نمیتونی بگی، 50-50 پای احتمال اومد وسط، یا شیره یا خطه. رفیق زندگی من تو مثل بازی شیر یا خطه. اگه قرار بود همیشه شکست باشه اصلا زندگی معنی نداشت. اگه قرار بود همون بار اول ما به پیروزی برسیم اصلا زندگی لذتی نداشت. جذابیتش اونجاست، یا میشه یا نمیشه، 0 و 1، شکست یا پیروزی. و قشنگترش اونجاست که شکست بخوری شکست بخوری شکست بخوری 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 یهو پیروزی بیاد. و اون پیروزی است که خیلی جذابه. تمام.